تازه انگارها، ایجاد نویسندگان نهانبین و ژرف پیما، اندیشه های کلیدی در درک معنی زندگی، هستی و راستی و آیین و عنعنه های اجدادی. تازه انگارها، ظهور آفریده های نوین و بهین ادیبان فلک سیر از رادیوی فرهنگ. شنوندگان عزیز، علاقمندان گفتارهای ادبی رادیوی فرهنگ، حالا از سلسله گفتار تازه انگارها از خوان ایجادی نویسنده نامدار تاجیک بهمنیار از کتاب سرمده حکایه های دلپذیری را در قرائت نامزد لمحه‌های فیلولوژی عبدالجلیل امان به سمعتان میرسانیم. من باور دارم که او مرا انتظار می شود. پیر دختر می گردد و مرا انتظار می شود. پیری زمینگیر می گردد و مرا انتظار می شود. پیغمبر را که از شهر عظیم راندند باید بداند که در کوهی بلند او را انتظارند. ساعت پس وقتی در جاده سرمده جامدان در دست با ماشین رهگذر سوار می شدم، باری آخر برگشتم و به ده نگریستم و او را دیدم روی بام کلبه ماما لاله سرخ تنها را. نبیره ماما روی بام کلبه شون بود. در تن پیراهن قرمزی داشت. روی مول قرمزی به سر بسته، پاجامه قرمزی هم پوشیده. باد پیراهنش را الوانج می دهد. گیسوانی از زیر روی مال بیرون ماندهش را پریشان می کند. ماشین براه می دراید و من مکه خود را با امیدی یافتن مدینه وداع می گویم. مرا شهری از این با روی خوش پیشواز نمی گیرد. هوایش دم و نفسگیر است. محیطش سرد و بیگانه و این شهر همیشه در دیگر صورت مرا پذیرفتن نمی خواهد. هوای دم و نفسگیر و محیط سرد و بیگانهش را به من ارزانی می دارد. اما من با آن خو می گیرم. به محیط سرد و بیگانهش، به هوای دم و نفسگیرش چنان خو می گیرم که کبکی سری وحشی به قفس خو می گیرد و وقتی او را از قفس آزاد می کنند باز خود را به قفس می زند. رؤیای دیگری من اینها قفس‌های بلورین، زرین و سیمین که طولی 10 ساله که در شهر بودم از یکی به دیگری گرفتار می آمدم. از یکی می رستم دیگری مرا جذب می کرد. از آن می جستم با چنگی سوم گیر می افتادم. رویای قفس بلورین من زنی چاقی سپید تنی سرخ روی 30 ساله است که خانه تنگ و نیم به زمین فرو رفته را کلبه ماما و نبیره در قیاس این قصری پرشکوه را می ماند. به پیغمبری آواره و بیخانه و بیچاره اجاره می دهد و یک ماه پس جوانی نادیده و ناموخته و ناورزیده 21 ساله کوهستانی را هم بستر خود می سازد. 3 ماه پس تی کیسه بودن او را فهمیده از خانه می راند. باز در بدری و آوارگی و کارجویی برای پیغمبری به امت آغاز می یابد. گاهی در وگزل راه آهن شب را روز می کند، گاهی دیگر در خانه یگان آشنا که آنجا هم از شب زیاد ماندن را برای خود روا نمی بیند تا آن زمانی که گرفتار قفسی زرین می گردد. دختری وزیر بود، 23 ساله، از شوهر جدا شده، با خانه و در و با چیزهای پرکر و فر تامین گشته، نوشته‌های این و آن را خوانده از بین همه این غریب را برگزیده تا زندگی یک رنگ و یک نواخت خود را تابش رمانتیکی بخشد و همچون کشاف و پرستار یک مرکز یا بارخیسی تازه در تاریخ ادبیات بماند. و این پیغمبری به امت در محیط می افتد که همه خود را پیغمبر می تراشند. ابوبکر و عمر و خدیجه می جویند، حرزه و سفسطه و بیلی برده می گویند. در این ایام بود که او به خبر مرگ مامه می رسد. او این خبر را به هیچ احساس و هیجان قبول می کند. باری هم نمی اندیشد که کلبه تنها است، نبیره تنها است. نبیره شاید چشم برای او دوخته است تا یاورش پشتیبانش برسد. محیطی که دختری وزیر برایش آماده می سازد او را دیگر به یاد آب سردی کفگرود و قله های نامکشوفی شنابرز و شیطنزا نمی برد. در آبشنگ گرم آبتنی می کند. قله‌ای که فتح می کند این منزلی هفتم بینای 9 آشیانه که با لیفت می براید. مردی که از بی سرپناهی به تنگ آمده بود در 4 خانه‌ای بر هوا و مجهز خود را خیلی خوب و راحت در می یابد. اما نوشته نمی تواند. وزیر دختر که هر روز انتظار یک شاهکار است علقده می شود، عصبی می گردد. بارانی طعنه و ندامت به سر او می ریزد
که کی بودی و کی کردمت. با اشرافان هم صحبت و هم نفس ساختمت. از قری گلی سیاه به ابج زحل برداشتمت. پاداش این همه از تو چی میبینم؟ از مزرعه گندم کاشتم، حالا جفت میدروم. این وسواس او هر روز تکرار میشود، روز به روز زیادتر، و بالاخره وای از این قفس زرین فرار میکند. در خانه پیرزن اجاره میشیند، قصه پی قصه می نویسد، چاپ میکند. در همین ایام بود که خبری بیماری نبیره میرسد، بیماری سیل. او این خبر را به هیچ احساس و هیجان قبول میکند. فکر نمی کند که او نیازمند چیزی است یا نه، پرستار دارد یا نه، شوهر کرده است یا نه. تفصیلات این بیماری را وای بعد میفهمد از استا شاهک ارنده، خیش دوری ماما. نبیره را پس از گور و چوبی ماما کار همین بوده است که روز یک ره ساعت قبل از رسیدن ماشین پوشیده که یگانه مسافرکش و خطکشان دهاتی دور افتاده بود، با سگ سری جاده می آمده است. انتظار ماشین روی تپه سر راه می نشسته است تا فرآمدن آخرین مسافر انتظار می شده است. ناامید باز با سگ به کلبه خود برمی گشته است و این رویا گاه و ناگاه پیش چشم من ظهور می کرد. دختری سراپا سرخ پوشیده روی تپه مشریف به جاده سرمده با سگ گوش و دنبوریده جوپانی هر دو چشم براه دوختند. باد پیراهن سرخ او را الوانج می دهد، مویهای از رویمال بیرون ماندهش را پریشان می کند. ماشینی پوشیده می آید و در جای همیشگیش قرار می کند، اما جوانمردی که آنها انتظارند نمی فراید، نامه از او نمی رسد. بعدها وی از خود می پرسید که چرا اقلا نامه به او ارسال نداشت. پاسخ نمی یافت، اگر هم می یافت قناعتمند نمی شد. وقتی که نبیره با سگ چوپانی روی تپه مشریف به جاده سرمده چشم برای او دوخته‌اند، وی در اوج شهرت است. روزنامه و مجله ها قصه های او را به نوبت و به تحریر با کمال خوشی به طبع می رسانند. دختری وزیر آنها را دیده زیر لب غراس می زند: هی قلاب، هی قلاب. تقریص های مفرح پی هم چاپ می شوند و او خود به خبر مبتلای قفسی سیمین می گردد. یا شاید سیمین هم نبود، میسین بود، یا از آهنی مریانه خورده. دختر به زندگی او وارد می شود که چشمانی آهوبرش چشمانی نبیره ماما را به خاطر می آرد. قد و قامتش یاد از دختری وزیر می کند. لب و دهانی سرگوشتش همان کدبانه را به یاد می آرد که یک شبی سردی تیر ماه به یگان سخن زیری جاگه او در آمد و عفت بچگیش را برداشت و او را پیغمبری به امت را یک انسان خاکی، یک رگریزه ساحلی اقیانوس ساخت. در قفس سیمین رویاهای قرمزی، قهوه‌ای، حنایی به هم آمیخته می شوند. گاه گمان می کند که رویای قرمزی است، معلوم می گردد که حنایی بوده است. حنایی نامعلوم به قهوه‌ای مبدل گشته است و همینطور به آخر. و روز از روز تنگتر شدنی قفس سیمین را احساس می کند. این زن هیچ کوتاهی نداشت مگر یک کوتاهی یا شاید کسلی داشت. او را با هوایی که نفس می گرفت و آبی که فرو می برد رشک نمی کرد و بس. دیگر همه چیز در نظری و شبهناک می تافت. از گوجای از کدبانو خبر یافته بود، از وجود دختری وزیر هم بو برده بود. چون که سگ از زنجیر می ترسد و از این زن می ترسید. راضی بود هیچ به خانه نرود و آن گرزه گوزنده را عمرباد نبیند. اما حالا که او را می شناختند و سن و سالش امکان نمیداد که در وگزل راه آهن یا فرودگاه بخوابد یا بار منت هیچ آشنا یا رفیق را تحمل کند، ناچار بود. و آن ایام وی به مینوشی داده شد، از نوشتن هم ماند. شاید در همین روزها بود که خبری مرگ دختری ماما رسید. این خبر را نیز وی به هیچ احساس و هیجان قبول کرد. اگر قبلا هر روز یک شیشه می نوشید، آن روز 2-3 شیشه می نوشید. بامداد از رطوبت و سرما بیدار شد و خود را در یک خرک باغ شهر خوابیده دید. پس از آن شب وی دیگر به قفس سیمین خود برنگشت. به یک خوابگاهی که معلوم نبود بیناکاران میزیستند یا کارگردان کدام یک کارخانه، حجره تنگ رفیقی به اختیارش گذاشت. وی در این حجره تنگ 6 ماه زندگی کرد. 6 ماه روز هوشیار نبود. 6 ماه نفری هم از حالش خبر نگرفت. و من یک روزی روشن در این حجره تنگ به خود می آیم و می بینم که تنها موندم، بی امت، بی صحابه،
به خدیجه به درد کسی نمی خورم و کسی به درد من نمی خورد و او یگانه دارایی خود ماشین چاپ را می فروشد. به حمام رفته تن می شوید، به سرتراشخانه در آمده ریش می گیرد، موی سر به ترتیب می آرد و ماشینی رهگذری بعد از 10 سال غربت به سرمده بر می گردد. اولین پاییز رفته بودم، آخرین زمستان برگشتم. 10 سال سپری شد، اما در این ده گویا چیزی تغییر نیافته است مگر کلبه ماما و نبیره که رو به خرابی نهاده است. بعد مرگ نبیره ماما سگ باز روی بام دراز می کشیده است و چشمان خیره و آبروش را به دری بسته می دوخته است. با امیدی که دری کلبه گشوده می شود، با نبیره یک سیله بچه بیرون می آید و هر یکی برده نان در دست دارند و در همان حال یک روز او را مرده یافتند. وقت زاغ و زغن ریختند، روی بام پی بردند. استاد شاهک رنده جسدی سگ را برده در یک بلندی گور کرده است و می گویند که تخت سنگ روی گور نبیره ماما را هم او گذاشته است. من استاد شاهک رنده را می بینم که روی تخت سنگ خم شده، پارچه کاغذی را نزدش گذاشته است، اما با ورق نیم نگاه هم نمی کند. به یک خواندن از بر کرده است. قبلا او تخت سنگ با خواهش خود حکاکی کرده روی قبری پریسا گذاشته بود. آنجا هیچ حرفی نبود، نقش و نگار بود. اما چی نقش و نگاره؟ حالا نیز وی با امر دل خود این مرمر را حکاکی می کند. روی هر حرف چنان جنب و جول می کند که برای چارتراش یک ستون اینقدر وقت صرف نمی کند. اما این از عالم رویاهای بعدی من است. حالا من به کلبه پاریسه و بامگوش ریخته ماما می نگرم و قلب خود را چون این کلبه به آدم خالی و به حس می یابم. فاجعه که اینجا رخ زده است هنوز عکسی صدا در دل من نمی دهد. من به عمق این نکته نمی رسم که دخترک از نگرانی و رهپایی مبتلای سیل شده از اثر آن که این دنیای هرباری را که برای آن آفریده نبود پدرود گفته است. من این نکته را درک کرده نمی توانم که چطور می تواند دیداری یک شبه و وعده یک دمه اینقدر در دل انسان اثر کند که او قریب 7 سال راه بپاید، بار هم شک به دلش ره نیابد، به سرنوشت سر نفرارد و طلبگاران خود را ناامید بسازد. در صورتی که من در ماه اول وقتی که صاحب خانه زن یک شب پاییز تند و بی‌پروا درون جاگه هم در آمد، همه را به چنگ فراموشی دادم. من پهنای این فاجعه را آنجا در گورستان سر گوری او درک میکنم. هوا تیره میگردد و من هم نزد کلبه ماما و نبیرم. بعد من دری کلبه را گشاده داخل خانه قدم گذاشتم. هوای کلبه سرد و مرطوب بود. دقت مرا تاقچه که رفتی عجیبی داشت به خود میکشد. مقاومت را تخمین بیرون میکشم. هرچی از من نوشته بودم، هرچی درباره من نوشته بودند، تازه و آزاده بریده با محبت جمع آورده مقاومه بسته بودند. کرخت و به حرکت گنگ و کر استادم تا زمانی که دستی را روی شانم حس میکنم برمیگردم و استا شاهک رنده را میبینم. وی حرف نمیزند، من هم حرف نمیزنم. من سؤال نمیدهم، او هم پاسخ نمیدهد. ما به حرف هم دیگر را میفهمیم. دیر شد. نهایت میگوید او دیر آمدی. اصلاح میکند و پگاه صبح آماده باش، راهنماییت میکنم. من باز از عالم رویایی به عالم واقعی برمیگردم. خدا در غرقنای سردی شبی آخری زمستان داخل کلبه رو به خرابی نهاده تنها و گیج میابم. از استاد شاهک رنده نشانه نمیبینم. استاد شاهک رنده رویا بود؟ نمیتوانم این سوال را رد یا تصدیق نمایم. وزنین سنگین به سوی خانه هم گام میبردارم. بامداد عازم گورستان میشوم. در انتهای ده استاد شاهک رنده را انتظار میبینم. پس رؤیا نبود. او خاموش سر می جنباند، من هم به آهنگ آن سر می جنبانم. به خاموش براه می افتیم. خاموشی را تنها خشخشی برفی نیم شب خللدار می کند و بس. و همانطور خاموش گوری نبیری ماما را از دور به من می نماید و همانطور خاموش دور می شود. من از دی گور می آیم، از دور سطر اولی شعر را می خوانم. برفی بهمن آب شد، خورشیدی فروردین بیا. آفتاب بلند شده است و برفها آب می شوند. پاشنه‌های طفلی من به گل نرم و نمی گورستان فرو می روند. انگار این شعر را ساعت پیش از رسیدن من گفته باشد. گلویم را چیز می فشارد. گلوله سخت راهی خرنایم را می بندد.
هوای روشن تیره می گردد، چشمان من خیره می گردند. دیگر من حرفا را تشخیص داده نمی توانم، اما از گوجای آواز خزینه به گوش می رسد که موشه روی تخت سنگ حکاکی کرده استاد شهک رنده را به گوش من می خواند. برف بهمن آب شد، خورشیدی فروردین بیا، اشک ما را ره ببند ای خنده نوشین. بیا حور افلاکی و ناجا در زمینت جستم، مغزم تیره چون شب هاست ای پروین. بیا از بهاری آرزوها آفریدم من تو را، نام تو بگرفتم از بابونه و نسرین. بیا یار ای یاره که در پیندارها می نازمد، روح ما را کردن اندر فلک کابین. بیا صدا خاموش می شود، گوریسان سکوتی اسرار آمیزی همیشگی خود را باز می گیرد و این پیغمبری بی امتی از شهری عظیم رانده شده و در کوهی بلند نیز متکای نیافته نزد گوری نبیری مامد به زانو می افتد و زار و های می گرید. اما چی سود؟ شنوندگان عزیز، یادرس می‌شویم که شما انجام گفتار توزنگورها را از روی حکایات سرمدح نویسنده بهمنیار شنیدید. کارگردان موجی گل یوسفова و راوی نامزد علم‌های فیلولوژی عبدالجلیل امان.